سلام دوستان عزیز، امروز خواستم که به ادامه 30 سوال نخست بخش Verhalten im Straßenverkehr یعنی رفتار در ترافیک جاده لیسانس موتر و یا گواهینامه رانندگی در آلمان تعدادی از سوالات بعدی آن را برای شما عزیزان تشریح نمایم. در سوال 31 گفته شده که لطفاً روی ویدیو اشترتن یعنی شروع شدن ویدیو فشار داده و ویدیو را ببینید تا با وضعیتی که در ویدیو می باشه با او آشنا شوین و در این قسمت گفته شده که در کل شما می توانید این ویدیو را 5 بار مشاهده کنید. پس روی ویدیو اشترتن فشار میتین و می روین به ویدیو. بعد از تماشای ویدیو و دانستن وضعیت در ویدیو روی Aufgabenstellung یعنی مطرح کردن سوال فشار میتین و هم میروین به سوال. در این سوال پرسیده شده که worauf müssen Sie sich jetzt einstellen یعنی حالا باید آماده چی چیزی باشید. در گزینه اول گفته شده که dass der Überholvorgang des grünen LKWs länger dauert یعنی آماده این که عمل سبقت گرفتن لاری سبز زیادتر دوام میکند. در گزینه دوم گفته شده که dass der weiße LKW beschleunigt یعنی آماده این که لاری سفید سرعت میگیرد و در گزینه سوم گفته شده که dass der blaue PKW zum Überholen ansetzt یعنی آماده این که موتر آبی شروع به سبقت گرفتن میکند. در این میان گزینه اول و سوم آن درست میباشند. هر دویشان را بالا اثبات صحیح نشانی میکنیم. روی Auflösung یعنی حل فشار میتیم. میبینیم که واقعا همین دو گزینه درست هستند و در این قسمت هم نوشته شده که این سوال به درستی جواب داده شده. پس روی weiter یعنی ادامه فشار میتیم و میرویم به سوال بعدی. در سوال 32 همچنان گفته شده که لطفاً روی ویدیو اشترتن یعنی شروع شدن ویدیو فشار داده و ویدیو رو تماشا کنین تا با وضعیتی که در ویدیو می باشه با او آشنا شوین و در این قسمت گفته شده که شما در کل می توانید این ویدیو رو 5 بار مشاهده کنین. پس روی ویدیو اشترتن فشار میتین و ویدیو رو میبینین. بعد از تماشای ویدیو و دانستن وضعیت در ویدیو روی Aufgabenstellung یعنی مطرح کردن سوال فشار میتین و میروین به سوال. در این سوال پرسیده شده که auf wen müssen Sie in dieser Situation besonders achten یعنی در این وضعیت به خصوص متوجه کی باید باشید. در گزینه اول گفته شده که auf den Radfahrer یعنی متوجه بایسکل ران. در گزینه دوم گفته شده که auf den roten PKW یعنی متوجه موتر سرخ و در گزینه سوم گفته شده که auf den weißen LKW یعنی متوجه لاری سفید. در این میان گزینه اول آن درست می باشد. آن را بالا اثبات صحیح نشانی میکنیم. روی Auflösung فشار میتیم. میبینیم که واقعا همین گزینه درست است. پس روی weiter فشار میتیم و میرویم به سوال بعدی. در سوال 33 همچنان گفته شده که لطفاً روی ویدیو اشترتن فشار داده و ویدیو رو ببینید تا با وضعیتی که در ویدیو می باشه با او آشنا شوین و در این قسمت گفته شده که در کل شما می توانید این ویدیو رو 5 بار مشاهده کنین. پس روی ویدیو اشترتن فشار میتین و ویدیو رو تماشا میکنین. بعد از تماشای ویدیو و دانستن وضعیت در ویدیو روی Aufgabenstellung یعنی مطرح کردن سوال فشار میتین و میروین به سوال. در این سوال پرسیده شده که warum müssen Sie jetzt verzögern یعنی حالا باید چرا سرعتتان را کم کنید. در گزینه اول گفته شده که wegen des Geländewagens یعنی به خاطر موتر جیپ. در گزینه دوم گفته شده که wegen des Motorrads یعنی به خاطر موتورسایکل و در گزینه سوم گفته شده که wegen des Traktors یعنی به خاطر تراکتور. در این میان گزینه دوم آن درست می باشد. آن را بالا اثبات صحیح نشانی میکنیم. روی Auflösung فشار میتیم.
می‌بینیم که واقعا هم این گزینه درست است. پس روی وایت فشار می‌دیم و می‌رویم به سوال بعدی. در سوال 34 همچنان گفته شده که لطفاً روی ویدیو اشتراک فشار داده و ویدیو رو ببینید تا با وضعیتی که در ویدیو میباشه با او آشنا شوین. و در این قسمت گفته شده که در کل شما میتوانید این ویدیو رو 5 بار مشاهده کنین. پس روی ویدیو اشتراک فشار میدین و ویدیو رو میبینین. بعد از تماشای ویدیو و دانستن وضعیت در ویدیو روی Aufgabenstellung یعنی مطرح کردن سوال فشار میتین و میروین به سوال. در این سوال پرسیده شده که Sie möchten überholen. Wie sollten Sie sich jetzt verhalten؟ یعنی شما میخواهید که سبقت بگیرید. حالا رفتار شما باید چگونه باشد؟ در گزینه اول گفته شده که Ich folge dem blauen PKW unmittelbar falls diese überholt. یعنی در صورتی که موتر آبی سبقت بگیرد بلافاصله آن را تعقیب میکنم. در گزینه دوم گفته شده که Ich überhole alle Fahrzeuge in einem Überholvorgang. یعنی به یک بارگی از تمام این وسایل نقلیه سبقت میگیرم. و در گزینه سوم گفته شده که Ich überhole noch nicht, da der blaue PKW überholen könnte. یعنی اکنون سبقت نمیگیرم چون موتر آبی امکان دارد که سبقت بگیرد. در این میان گزینه سوم درست می باشد. آن را با علامه صحیح نشانی میکنیم. روی Auflösung فشار میدیم. میبینیم که واقعا همین گزینه درست است. پس روی وایت فشار میدیم و میرویم به سوال بعدی. در سوال 35 همچنان گفته شده که لطفاً روی ویدیو اشتراک فشار داده و ویدیو رو ببینید تا با وضعیتی که در ویدیو می باشه با او آشنا شوین. و در این قسمت گفته شده که شما در کل میتوانید این ویدیو رو 5 بار مشاهده کنین. پس روی ویدیو اشتراک فشار میدین و میروین به ویدیو. بعد از تماشای ویدیو و دانستن وضعیت در ویدیو روی Aufgabenstellung یعنی مطرح کردن سوال فشار میدین و میروین به سوال. در این سوال پرسیده شده که Wie verhalten Sie sich jetzt richtig؟ یعنی حالا رفتار درست شما چگونه می باشد؟ در گزینه اول گفته شده که Ich überhole die Straßenbahn rechts. یعنی از سمت راست ریل روی جاده از وی سبقت میگیرم. در گزینه دوم گفته شده که Ich überhole die Straßenbahn links. یعنی از سمت چپ ریل روی جاده از وی سبقت میگیرم. و در گزینه سوم گفته شده که Ich überhole die Straßenbahn nicht. یعنی از ریل روی جاده یا ترام حالا سبقت نمیگیرم. در این میان گزینه سوم درست می باشد. آن را با علامه صحیح نشانی میکنیم. روی Auflösung فشار میدیم. میبینیم که واقعا همین گزینه درست است. پس روی وایت فشار میدیم و میرویم به سوال بعدی. در سوال 36 پرسیده شده که Sie möchten einen LKW mit Anhänger überholen. Was müssen Sie dabei beachten؟ یعنی شما میخواهید که از یک لاری با یک تریلر سبقت بگیرید. در این قسمت باید متوجه چیزی باشید؟ در گزینه اول گفته شده که Das Aussteigen zum Überholen darf erst unmittelbar hinter dem Lastzug erfolgen. یعنی خارج شدن از خط خود به منظور سبقت گرفتن تنها زمان اجازه می باشد که بلافاصله وسیله نقلیه را تعقیب کنید. در گزینه دوم گفته شده که Der erforderliche Überholweg verlängert sich wegen des Anhängers deutlich. یعنی راه سبقت گرفتن مورد نیاز به دلیل تریلر به طور قابل ملاحظه خود را طولانی تر می سازد. و در گزینه سوم گفته شده که Der Fahrzeugumriss des Lastzugs kann vorausfahrende Fahrzeuge verdecken. یعنی ابعاد بیرونی وسیله نقلیه باربری می تواند وسایل نقلیه را که در پیشروی آن میرانند پنهان کند. در این میان گزینه دوم و سوم درست می باشند. هر دوشان را بالا میسوا صحیح نشانی می کنیم. روی Auflösung فشار می دیم. می بینیم که واقعا همین گزینه درست هستند. پس روی وایت فشار می دیم و می رویم به سوال بعدی.
در سوال 37 همچنان گفته شده که لطفاً روی ویدیو استارت فشار داده و ویدیو رو ببینید تا با وضعیتی که در ویدیو می باشه با آشنا شوین. و در این قسمت گفته شده که شما در کل میتونید این ویدیو رو 5 بار مشاهده کنین. پس روی ویدیو استارت فشار میتین و میروین به ویدیو. بعد از تماشای ویدیو و دانستن وضعیت در ویدیو روی مطرح کردن سوال یعنی so Aufgabenstellung فشار میتین و میروین به سوال. در این سوال پرسیده شده که warum dürfen Sie den vor Ihnen fahrenden Bus jetzt nicht überholen؟ یعنی چرا شما حالا اجازه ندارید که از بس پیشرویتان سبقت بگیرید؟ در گزینه اول گفته شده که wegen des eingeschalteten Warnblinklicht am Bus، یعنی به خاطر روشن بودن چراغ خطر بس. در گزینه دوم گفته شده که wegen des Motorrads، یعنی به خاطر موتورسایکل. و در گزینه سوم گفته شده که wegen der fehlenden Fahrbahnmarkierungen، یعنی به خاطر عدم موجودیت خطکشی های روی جاده. در این میان گزینه اول و دوم درست می باشند. هر دوشان رو بالا میتواد صحیح نشانی میکنیم، روی Auflösung فشار میتیم، میبینیم که واقعا همین دو گزینه درست هستند. پس روی وایت فشار میتیم و میرویم به سوال بعدی. در سوال 38 همچنان گفته شده که لطفاً روی ویدیو استارت فشار داده و ویدیو رو ببینید تا با وضعیتی که در ویدیو می باشه با آشنا شوین. و در این قسمت گفته شده که شما در کل میتوانین این ویدیو رو 5 بار مشاهده کنین. پس روی ویدیو استارت فشار میتین و میروین به ویدیو. بعد از تماشای ویدیو و دانستن وضعیت در ویدیو روی so Aufgabenstellung یعنی مطرح کردن سوال فشار میتین و میروین به سوال. در این سوال پرسیده شده که Sie möchten das vor Ihnen fahrende Fahrzeug überholen. Was ist hierfür erforderlich؟ یعنی شما میخواهید که از وسیله نقلیه پیشرویتان سبقت بگیرید. برای آن چی نیاز می باشد؟ در گزینه اول گفته شده که Ich muss den rückwärtigen und seitlichen Verkehr beobachten، یعنی من باید ترافیک عقب و پهلوی خود را مشاهده کنم. در گزینه دوم گفته شده که Ich muss meine Geschwindigkeit wesentlich erhöhen، یعنی من باید سرعت خود را به طور قابل ملاحظه زیادتر بسازم. و در گزینه سوم گفته شده که Ich muss meine Überholabsicht durch Blinken anzeigen، یعنی من باید قصد سبقت گرفتن خود را با چراغ وسیله نقلیه خود نشان بدهم. در این سوال هر سه گزینه ها درست می باشند. هر سه شان بالا میتواد صحیح نشانی میکنیم، روی Auflösung فشار میتیم، میبینیم که واقعا هر سه گزینه ها درست می باشند. پس روی وایت فشار میتیم و میرویم به سوال بعدی. در سوال 39 همچنان گفته شده که لطفاً روی ویدیو استارت فشار داده و ویدیو رو ببینید تا با وضعیتی که در ویدیو می باشه با آشنا شوین. و در این قسمت گفته شده که این ویدیو رو شما میتونین 5 بار مشاهده کنین. پس روی ویدیو استارت فشار میتین و ویدیو رو میبینین. بعد از تماشای ویدیو و دانستن وضعیت در ویدیو روی so Aufgabenstellung یعنی مطرح کردن سوال فشار میتین و میروین به سوال. در این سوال پرسیده شده که wie verhalten Sie sich jetzt richtig؟ یعنی رفتار درست شما حالا چگونه می باشد؟ در گزینه اول گفته شده که ich rechne mit einem Abbiegen des Traktors، یعنی انتظار این را می داشته باشم که تراکتور دور می خورد. در گزینه دوم گفته شده که ich folge der durch Blinken gegebenen Überholaufforderung des Traktorfahrers، یعنی من تقاضایی که از جانب راننده تراکتور شده است که از وی سبقت بگیرم
با آن عمل میکنم و در گزینه سوم گفته شده که ich bleibe hinter dem Traktor، یعنی در عقب تراکتور می باشم. در این میان گزینه اول و سوم آن درست می باشند. هر دوشان را بالا میتوسطی نشانی میکنیم، روی auflösung فشار میتیم، میبینیم که واقعا همین گزینه درست هستند. پس روی وایت فشار میتیم و میرویم به سوال بعدی. و در سوال 40 همچنان گفته شده که لطفاً روی ویدیو اشترتون فشار داده و ویدیو رو ببینید تا با وضعیتی که در ویدیو می باشه با او آشنا شوین. و در این قسمت گفته شده که شما در کل میتوانید این ویدیو رو 5 بار مشاهده کنین. پس روی ویدیو اشترتون فشار میتین و میروین به ویدیو. بعد از تماشای ویدیو و دانستن وضعیت در ویدیو روی zur Aufgabenstellung یعنی مطرح کردن سوال فشار میتین و میروین به سوال. در این سوال پرسیده شده که wodurch kann diese Situation gefährlich werden، یعنی از چی طریق میتواند این وضعیت خطرناک شود. در گزینه اول گفته شده که durch den Traktor، یعنی از طریق تراکتور. در گزینه دوم گفته شده که durch Gegenverkehr، یعنی از طریق ترافیک مقابل. و در گزینه سوم گفته شده که durch den roten PKW، یعنی از طریق موتر سرخ. در این سوال گزینه دوم و سوم آن درست می باشند. هر دوشان را بالا میتوسطی نشانی میکنیم، روی auflösung فشار میتیم، میبینیم که واقعا همین گزینه درست می باشند. خب دوستان عزیز، برای امروز همین 10 سوال کافی می باشند. در ویدیوهای بعدی انشالله که ادامه سوالات برای شما ایزان تشریح خواهم کرد.